سه روز پیش از دعوت به واشنگتن خبردار شدم و اونم نه اونقدر میدونستم که این چی است. این اساساً این جایزه از طرف دپارتمنت دولتی آمریکا، همچنین جایزه بین‌المللی، تمام سفارت‌های آمریکا در دنیا کاندیداتور جمع میکنن، بعد به دپارتمنت میفرستونن. اونجا کمیسیه است و 10 نفر رو از جهان اونها یعنی که پیشنهاد میکنن و همون از طرفی بعد دپارتمنت دولتی از طرفی یعنی که وزیر کارهای خارجی آمریکا تصدیق کرده می شود. راستی گفت من باید موافق قاعده 17 باید می اومدم، چون همین قدر روز باید ما رو معرفی می کردن در واشنگتن، دیگر شتات ها می بردن و معرفی می کردن به جهانی ها. اما با بعضی سبب ها من فقط همون در وقت گرفتن همون جایزه که از طرف مقامداران بلند امریکا پذیرفته شد، مخصوصا خانم یعنی که اولی رئیس جمهوری آمریکا خانم میشل اوباما یک صحبت خیلی هم خوبی داشتیم، پذیرایی کرده شد، تبریک کرده شد. راستی همون روز یک زلی دهت کلام صدها نفر خدمتچیان دولتی آمریکا، اونایی که وظیفه‌های خیلی بلند دارند از تشکیلات‌های غیر دولتی و غیره، اونجا اومده راست ایستاده قدسک زنی میکردن و تبریک میکردن و باید یک 13 روز دیگه هم همین پروسس دوام میکرد. ضروریت اومدن من به دوشنبه شد. من باید بگویم که این زنهای مبارز در دوشنبه بسیارند و این برای همه زنها دخل داره. اینجا هم من اون زنهای مبارز را دیده ایستادم. من فکر میکردم که این از همه ما هست، یعنی که انتخابی اون که تاجیکستان رو انتخاب کردن، نماینده تاجیکستان رو در بین 10 دولت، این یک ایمیجی تاجیکان است. با قسم زیادی نماینده های دپارتمنت دولتی امریکا من صحبت می‌کردم، از آن جمله با نفرهایی که قائد آسیای میانه و تاجیکستان کار می‌کنند. خیلی اگرچند که من 2 روز اونجا بودم، قریب یک 10 واقعی داشتم. هر بعد 2 ساعت 1 ساعت من واقعی داشتم. اما از همین روز علاقه ما واقعی زیادی سر می شود. اما به هر حال من توانستم که با نماینده هایی که برای تاجیکستان کار میکنن با اونها صحبت داشتم.